در مورد همین بیوپاپا دنکا میگن یکمش که همین دنکا برای همین حالت جای داشته تجاوز عموما لازم نبود برای چی میگه؟ و تجاوز 4 سال 5 سال پیش شدگی است تجاوز هم دخترک از طرف همین آدم نامبر کرده 4 سال پیش شده است این بیوپاپا هیچی وای نداشت لیکن ما با همین نظر با همین نگاه نکرده برای همین که در همین کار شفافیت باشد زیر طلب خود همین ادوکات ممکن مرحمه و یا پیشنهاد کردن که اینا خودشون برن در همین نکنند لیکن موافق خانه پرسری این ممکن نیست از اینجا ما علاقه میدونستیم که اینا اونجا در مسئولیت های پیشکی دارن اینا چون طلب کردن که ما خودمون برده خودمون همین نگذرانده میاریم در قانون ممکن نیست این وظیفه تفتیشات هست وظیفه ادوکات نیست مایلش ما گفتیم ما برای همین شفافیت با همین ریزا میشه ما با طوری رسمی فرستادیم با طوری رسمی از خود کارخانه برای این ما مبلغ جدا کردیم اونجا تو هست برای همین لابراتوره همین لابراتوره در همین رسیان یک تا هست ما از اینترنت گفته همه اینه همین با طور خالصانه گفته روی کردیم همین جوابی همین با طور خالصانه مدعومه که 99 از 10 نه داده که ما چی خیل شده این ادوکات رفته اونجا با او اینا کی خیل وای داد حتی چی میگن؟ نه فلان چی؟ وکولا صلاحیت داد حتی در گازیت‌های شما برآمد کرده بود که ما از همین کودک ویا را گرفته بوده اونجا با گذراندیم و تشخیص نمی‌خوشیم حالا که کودک همراه مادرش است یکم که حق ندارد از کودک ادوکات یگان چیز برای آزمایش کرد دیدیم که از همین کودک هیچی گرفتگی نیست این همین یک راهی که همین دقیق هم شود همین باید که خودشون پیش همون اهل اولاد همون مردک در نشون کنن که ما کار کستیم برای پول خودداریشون باید جوشون نکنیم نه واقعا گفتن که شغالی که ایوایز کو مرداره که کرگسی پیشو میافته اکثریت دقیق این برای شما نه هست همین خیلی آدمایی که ما فکتوری داریم که در همین خیلی حالت ها باید گفت خودشون دست گرم میکنن خدا داد میگن هست همین خیلی همون اگر باید شد از اون توجه اخبارات من دارم همین 8 9 اومه شد حتی هم خوراکای سحرشون در خونه هم میخورن باید یک وقت خودشون نشون تیم ما کار کرده ایستادیم و بغرض از این مقامات های داخل دارن سنجیده میبرایم برای ما یکان وای نداشت چون ما میدونستیم ما به همون در خطا هم گفتیم به همون مخاطب نظارتی هم گفتیم که آخر خیلی حالت مثل تجاوز 4 سال پیش گذشته است این دختر هم وقت حتی 14 ساله در آخر 4 سال پس یا 5 سال پس این کودک تولد شده است این همش ما آدم بعقل چی مناسبت دارد در ما از خود همین رفتار و کرداریم همین خیلی خلاصه برآورده ممکن که اینا در اونجا خودشون مسئله پیشکی داشتن باز این میبخشید برای دولت بیگانه است برای این کار اونجا با یگان کس جوابداری احساس نمیکنه یعنی شما میگید که ادوکات ها معلوماتی نامعلوم رو پیشنهاد کرد نامعلوم رو پیشنهاد کرد نظر با مفتشه که خواهر شما گفتید و یا مفتش نمیگذراند که 4 سال حادثه پیش شدگی این چی مناسبت دارد؟ بازی که خودم راگذر سر سمشته چی میگه؟ کی میدونه که وای لابرانت هست و کی میدونه که وای لابرانت نیست؟ اما تو مقامات رو مرحمه گفتیم این از سنجیده برای اینجا با اگه مفتش وای نگذرونده است تشخیص نگذرونده است تشخیصی وای بسیار بیوپاپا یا مفتش نگذرونده است متخصصای همون اینستیتوتی روسیه گذرونده ما دارند این خیلی نیست که مثلا نسبت یک آدم اگر 4 نمود جنایت باشد هر یک مقامات و علایده برای همین در یک مقامات میکنن این روزیگی پرکتور خود میشه خودش به فلوسیت پرکتور خود خونون است 99 از 10% همون موادایی که برای تشخیص ما فرستاندیم همون از کودک از همین خود همین پدر وای برآمدند یک خیلی برآمد
آخه باید یک چی از شما روزنامه محترم خیلی جای شرم است بعضی گفت گفتن یک چی خوش میکنن همین در همون گازت کی باید برآمد آزادگان که مقامات گویا زاید سعیده تهمت کرده است که همین کودک از این است این کودک از این است آخه میبخشید نه من بدم اونجا با نه همون روزنامه گو همین خیلی است روزو همون دختر میدونن همون مادر میدونن که کودک از کی است یک دقیقه ما از کجا میدونیم اینا شما هم آدم‌ها یک سطح دانش بلند فرهنگی داره علمی داره میخواد روی روز که مقامات دینا تهمت کسی است که این کودک از این است برآوردن در گازت کدام یکی گویا آدم معین کردن از گفت کدام که پدر همین باشه ما مجبور شده همون آدم کوفته گرفته آوردیم خیلی جای کارش هم معلوم کردیم نامش هم معلوم کردیم وای ما در سود خیلی گفتی اکنیش که من آخیل شما این کاری که هستین نسبت من فکر اولم چی میشود فکر فرزندان چی میشود فکر خیش تبورم چی میشود نه که پس ضرور است من خدمتچی دولتی اینا من تیار بود در دستم خون میگیرد بود چی کاری میکنید گیرد بود برای تشخیص کنید اینا نسبت من هم گفت یک تهمت است این همه آدم‌ها چقدر فرق من میگم که خیلی اینا جنایتی باشه خیلی اضافه‌نویسی باشه میگن که خیلی تهمت کردن یا وای باشه خیلی میگن تهمت خیلی ما قبول میشماریم خیلی ممکن نگم خصوصا یا خطاگیش تهمت شد و در این حیات شخصی و حیات وای کی تهمت میکنه کی شاهدی میتیاد که این عین است عین نیست همین خشمش ممکن است در مورد مال و ملک این مطلقا وظیفه سود است این از سود تعیین می‌برد وزیر فقط ما همین نورا فقط ما حبس گذاشتیم ولی نسبت جنایت‌های اقتصادی زاید سعید نه ما کارش شروع کردیم چند تا پرونده دیگه بدور شد باز 5 عدد پرونده دیگه بدور شد وزیر ما نوپران رسمی میندازن شما نوشته گیرید وابسته به همون سوال شما نیکترش گفته میگذاریم که تمام اون مول و اموالی که با زاید سعید تعلق داشت و از جانب مفتشان در روند پیشبرد پرونده جنایتی گوییم که آرست گذاشته شده بود این زمان بعد بررسی پرونده جنایتی از جانب سود فقط یک بینو که با زاید سعید تعلق داشت و اونم روشن توجیه کرده است و همچون پردمیت دودن و گرفتن پورا در لحظه گرفتن پورا با سویکور بکشه تصدیق چون چروی خود از جانب سود یفت و منفعت دولت گوییم که مصادره کرده شده است وابسته به باقی مانده مال اموالی که از جانب مفتشان یعنی که ضمن تفتیشات پیشکی حبس گذاشته شده بود این زمان تو قوه قانونی در آمدن حکم سود اولی چیزی گفته نمی‌کند و بعدا از احتمال دور نیست که برای اینکه بسیار مال اموالش با نام خویش و تبار و خواهر و برادر وقتی که تفتیشات اثبات کردی همین در حقیقت مالکیت زاید سعید فقط در نام یا پسرش یا در نام دخترش یا در نام خویش است وقتی که اثبات خودش یافت آن همون وقت حتما مصادره میشه این زمان باید من گفتم شما بگید علاقه دو نقطه که در خود بینای وزارت سما ثابت وزیر بودن یک آشخانه که آشخانه را خصوصی گردانده به نام زنش به نام یک شناسش بعد به نام زنش با زنش پسرش را توفه کردگی همین آشخانه و بعد یک اگر دارید همجا یک مغازین به فکر مود نتوچکا بود از چی بود است مود علاقه قرار سود اقتصادی اومد که با منفعت دولت برگردانده شد چون در بینای دولتی بینای وزارت خصوصی گرداندن همون قسمتی که در بینای دولتی جایگیر شده است غیر امکان است ممکن نیست موافق قرار بود چند کارخانه‌ای که خود زاید سعید در وقتی وزیری اشاره کرده خصوصی گردانده بود این در بررسی سود اقتصادی قرار دارد ممکن که ماهای نزدیک
حالا فصل چه بود؟ اچه که در وقت تفتیشات اثبات میکند که در حقیقت همین چی مالکیت زای سعید فصل به نام پسرش هست یا به نام ویش. همین حالتی که ما زیر گرفتیم نسبت کارگاه تاموژنیا 16 تا خانه است. 16 تا خانه. لیکن همش در نام خیش تبور شد. تفتیش اثبات میکند. آنجا در پرونده جنایتی ایلوادی نسبت زاید سریدوف و شریکان اون سرموضوعی بیان آغاز کرده شده است و 3 پرونده جنایتی با ماده 245 قسم شد که جوابگری جنایت رو برای تصرف نمودن اموال رد و مقدار مخصوصا کلان معین کرده است و همچنین دیگر 2 پرونده جنایتی با ماده 340 کودکس جنایتی جمهوری اسلامی یعنی ساختاری نمودن مجتمعی بر علو خلقی که این زمان تفتیش از روی این پرونده های جنایتی ما ایلواتن با شما خبر میتیم در سایت ها اگنتی باید میکنیم و حضور میکنیم بعد شما میگیریم